این گروه میهمانان از سفارت آمریکا و نمایندگی تشکیلات USAID در تاجیکستان هستند. آنها برای افتتاح خط آب نوشاکی و جماعت دهات یاوه ناحیه بابوجان غفورов تشریف آوردند. راهبریت ناحیه و فعالان دهه پیشواز گرفتند. نخست مهمانان از هنرهای دستی هنرمندان دهه سویچه شناس شدند. پس آن از رفت کارهای ساختمانی شبکه آب نوشاکی در دهه سویچه معلومات داده شد. بعد از پخش نمودن این تگمه زیاده از 3000 نفر اهالی دهات سویچه با آب نوشاکی تامین شدند. این شبکه با مبلغ‌گذاری آژانس ایالات متحده آمریکا اوید و رشد بین‌المللی USAID شبکه آب نوشاکی را در دهه سویچه ناحیه بابوجان غفورov برقرار نمود. شبکه مذکور امکانی به 3246 نفر ساکنان و از جمله یک مؤسسه طبی را با آب تازه نوشاکی تامین نمود. هدف لایحه اوید به دستگیری تامین آب نوشاکی در دهات توسط دسترسی استوار با آب تازه نوشاکی در دهات سلامتی و استواری جامعه را در تاجیکستان بهتر می‌نماید. این چونین یک کوچه‌ای که پورا قبوراش از کار برآمدگی بود. در مسافه 1 کیلومتر و 200 متر این عوض کردیم و در این کوچه 8 عدد یاشیکو برای کوچه و این یک نمونه هست که در آینده اینا میتونن همین استفاده برن. همچنین از سببی که اینا منتظم کار نمیکردن یگان گویم تاریخ اداره کنی درست نبود. در مراسم گشودشوی شبکه آب نوشاکی راهبری نماینده USAID در تاجیکستان معاون رئیس ناحیه بابوجان غفورov و فعالان جماعت دهات یاوه اشتراک نمودند. در روز به استفاده دادن شبکه آب نوشاکی در دهات سویچه از طرف کارمندان دایر به کارهای انجام شده و نقشه‌های آینده معلومات داده شد. گفته شد که شبکه مذکور سالهای پیش ساخته شده و در حال صدمه قرار داشته با دستگیری این لایحه پورا از تعمیر جاری برآمد. آب را از شقری زیاده از 50 متر گرفته به اهالی ده تقسیم می‌کند. شبکه مذکور را در نزد بیمارخانه دهات سویچه بوده این بیمارخانه را نیز پورا با آب نوشاکی تامین می‌نماید. تمام 5 سال اخیر توسط لایحه USAID در تاجیکستان 25 شبکه تامین آب در دهه‌های کشور برقرار و تجدید گردید که بیش از 80,000 نفر را با آب آشامیدنی تامین نمود. سلام دوستم، سلام علیکم. Thank you for coming today. تشکر برای حضورتان در این چهاربینی. I'm Peter Riley. I'm the U.S. Agency for International Development Director in Tajikistan. And I'm نام من پیتر رایلی راهبری دفتر USAID در تاجیکستان میباشم. And on behalf of the U.S. Embassy, I just want to say thank you for coming today, and it's a real pleasure for me to be here with you. و بسیار افتخار دارم که در اینجا حضور دارم و میخوام تشکر گویم به شما از نام هم از نام سفارت و هم از نام تشکیلات USAID برای آنکه قدم را انجام فرمودید به این اواخری. لایحه مذکور از ماه اکتبر سال 2020 آغاز شده تا ماه سپتامبر سال 2025 ادامه می‌یابد. هدف از نوسازی و تعمیر خط‌های آب نوشاکی در دهه‌های تاجیکستان و با آب تازه تامین نمودن اهالی میباشد. در نقشه است که تا آخر همین سال در حدود کشور با دستگیری این لایحه زیاده از 7000 نفر را با آب آشامیدنی تامین نماید. گزارش نصیب جان ابویف برای برنامه اطلاعاتی خبر. دیار گل پرور